بخشی از ادبیات، به ویژه ادبیات مقاومت هر جامعه‌ای، با زبان طنز بیان می شود. گرچه در فضای امنیتی طنز معمولاً لباس آهنین می پوشد، ولی در لباس آهنین نمی توان کلمات ظریف و لطیف و گل و بلبل تولید کرد. گاه کلمات طنز می تواند چنان در عمق جان خواننده بنشیند که آخ قربون دهنت زدی توی خال، و گاه این کلمات فرصتی به مردم می دهد که نفسی بکشند. جامعه اما در شرایط سخت به طنز رو می آورد و چون فرهنگ عامه امضای خاصی پای نوشته ها و گفته ها ندارد، حد و مرزی هم در میزان تندی و صراحتش وجود ندارد. زمانی که تراژدی به اوج می رسد، کمدی آغاز می شود و طنز یک رشته از کمدی است که در آثار نویسندگان، طنز پردازان و نیز مردم کوچه و بازار نمود می یابد. گونه دیگر طنز با عنوان جوک در افواه تولید می شود و بین مردم می چرخد. هرچقدر شرایط سخت‌تر باشد، دندانهای طنز و جوک گزنده تر و تندتر است. فرهنگ عامه حتی واژه سازی می کند، فرهنگ سازی می کند. واژه ها و ترکیب هایی می سازد و معنا می کند که بتواند سختی روزگار را تحمل کند. یکی از نمونه ها واژگان و ترکیب هایی است که در همین چند روز تولید شده و مورد استفاده قرار گرفته است. مثلا طرف خیلی صدا و سیماست، یعنی طرف خیلی خالی می‌بنده یا واقعیت رو برعکس نشون میده. یارو خیلی کامران نجف زاده است. این اصطلاح که چه عرض کنم، این فوش خیلی کاربرد دارد، چون چندین لنترانی را هم در خود جای میدهد. یعنی طرف خیلی دغر، شارلاتان، وطن فروش، بدبخت، خاک بر سر، بی همه چیز، دوقرانی و عقده متحرک است. طرف از اون تایید رهبری شده هاست، یعنی میخوان به ما زور چپونش کنن. قضیه خیلی 23. این برمیگرده به برنامه 23 صدا و سیما که یعنی قضیه خیلی بند تنبونی و آبدوغیه. حرفت در حد 24 میلیون رأی احمدی نژاد بود، یعنی خیلی دروغت گنده بود. یکم کوچیکترش کن که باورمون بشه. مگه وزارت کشوره؟ یعنی مگه خم رنگرزیه یا حوض نقاشیه که مرد صورتگر بندازن توش و چیتوز بکشن بیرون؟ یارو خیلی نوکی است، یعنی از اون خبرچینای دبشه یا یه خائن حرومزاده است. مثل جنبش سبز میمونه، یعنی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حساب طنز پردازان و طنز نویسان اما جداست. آنها چیزهایی در ترکیب جامعه و چهره سیاستمداران می‌یابند که بتوانند دفرمه‌اش کنند و یا با بزرگنماییش تصویر دیگری برای شاد کردن جامعه و برای ایجاد فضای تأمل بسازند. طنز هنری است که سازنده‌اش به شادی و سرخوشی و تحمل جامعه‌اش می‌اندیشد. یکی از طنزنویسان ارزشمند معاصر پوریا عالمی است. او هر روز یک ستون در روزنامه اعتماد ملی دارد که طنزهاش را می‌نویسد. یک نمونه از کارهای خوب او را ارائه می‌کنم. آموزش برنزه کردن در ایران. چون مسئله امروز ایران حواشی انتخابات نیست و چون مشکل امروز دولت مهرورز 9 و 10 و اینا سقوط‌های پی در پی هواپیماهای روسی نیست و چون دردسر اقتصاد امروز ایران تحریم‌های جور با جور و چند مرحله‌ای و بلوکه کردن پول‌های ایران در اروپا نیست و چون در کل مملکت کماکان در وضعیت شدید گل و بلبل به سر میبرد، ما امروز به مهمترین مشغله ذهنی مردم و مسئولان و دلسوزان و اینا پرداختیم. راه‌های برنزه کردن در ایران. برای برنزه کردن کم هزینه می توانید 25 هر ماه، ترجیحاً خرداد ماه، از میدان انقلاب تا میدان آزادی پیاده روی کنید. توجه کنید هرچه تعدادتان بیشتر باشد، یعنی بین 2 تا 3 میلیون نفر، بیشتر و بهتر برنزه می شوید. رأی بدهید. رأی دادن ارتباط مستقیمی با برنزه شدن پوست دارد، چون از فردای آن باید از ساعت 12 ظهر در خیابان‌ها دنبال رأیتان بیایید.
لباسهای شخصیتان را بپوشید و با در دست گرفتن جسم سخت یا گذاشتن کلاه مخصوص سر چهارراه‌ها و در میدانهای اصلی شهر تمام ساعات بعد از ظهر را آفتاب مستقیم بگیرید. یادتان باشد فقط آفتاب بگیرید و جو نگیردتان، چون ممکن است به طرف باقی شهروندان با جسم سخت حمله کنید. در کل اگر دقت کنید بیشتر این برادران پوست‌های به شدت برنزه شده‌ای دارند. در خیابان به حالت سکوت تجمع کنید. در این حالت ماشین‌هایی که برای رفاه حال عمومی در نظر گرفته شده‌اند به شما آب می‌پاشند. وقتی پوستتان خوب خیس شد، آفتاب پوستتان را برنزه می‌کند. در حالت قبلی ممکن است کسانی دنبال شما کنند. شما هم مجبور به فرار کردن شوید. این کار باعث می شود پوستتان از همه طرف آفتاب بخورد و حسابی برنزه شوید. به مدت 20 روز تا 1 ماه به دنبال برادرتان یا فرزندتان از کهریزک به تپه‌های درکه و حومه، از آنجا به پزشکی قانونی، از آنجا به دادگاه انقلاب، از آنجا به قوه قضاییه و در کل از آنجا به اینجا، از اینجا به اونجا مراجعه کنید. مهرورزی مسئولان مربوطه باعث می شود شما ساعتها پشت در بمانید و آفتاب بگیرید. این سیاست که برای برنزاسیون مردم در پیش گرفته شده، پوست شما را در ابتدا کلفت و سپس برنزه می کند. یک کار این است که پیه کار سیاسی را به تنتان بمالید. در این حالت نه تنها برنزه می شوید، ممکن است از ته بسوزید. می توانید روبروی پارک ملت همینطوری در حالت سکوت بایستید. اینطوری از چند جهت برنزه می شوید. پیشنهاد می شود در زیرزمین خانه‌تان به فناوری هسته‌ای دست پیدا کنید. قرار گرفتن در تشعشعات هسته‌ای شما را برنزه و قشنگ می‌کند و در ضمن یک دانشمند به دانشمندان جوان مملکت اضافه می‌کند. در استقبال‌های مردمی و خودجوش از ساعت 8 نه، از ساعت 9 نه، از ساعت 10 شرکت کنید و زیر آفتاب سوزان سفرهای شهرستانی برنزه و برشته شوید. یک راه هم این است که با آقا رحیم مشایی برای صله رحم به بلاد خارجه سفر کنید و آفتاب تابان و سوزان آنجا را به پوست و جان بخرید. ایزن سفر به ترکیه و اینا با آقا مشایی توصیه می شود. یک راه ساده این است که اگر پول دارید سولاریوم کنید و دردسرهای بالا را نکشید. اگر اینطوری برنزه نشدید شبها برنامه 20 را ببینید. با دیدن این برنامه گر میگیرید و برافروخته میشید. گر گرفتگی و برافروختگی پوست، روح، روان، اعصاب و اینا را همه را با هم یکهو برنزه می‌کنند.